این از کدام رنگ دیگه ندارین؟ این بسیار رنگ مقبول است. البته بسیار مزیبا. من زیاده جانی هستم. الیف، تو چرا هنوز آماده نشدی جانم؟ من نمیخوایم با پرده تلویزیون برم سهیلا. کدام چیز مرا آزار میته باور کن. الیف، تو کدام کار اشتباهی انجام نمیدی. فقط در صحنه حقایق بیان میکنی و بس. به خاطر که اونا در آینده مثل ما متضرر نشن. ما زیر پا شدیم، اونا باید سوار باشن. میفهمم سهیلا، اما این انسانا بسیار عریض. هدف ما این است که روبروی همراهیشان مقابله. اگه ضرورت شود روبروی همراهیشان مقابله میکنیم. اینا دل رحم ندارن. اگه این مرکز نمی بود باز جاله هیچ اشک چشم ما را جدی نمی گرفت. فلیز الیف صدا کن. اونا اینجا نیستن، با بنیاد رفتن. امروز کدام برنامه تلویزیونی داشتن؟ دینیز، این شماره به نام کلیا ثبت شده. میفهمم. به از الیف هم یالده زنگ زده بود. واضح شد که امرای پدرش دسته یکی کدن. حال حسابی کارشم میپرسم. دینیز، کدام کار دیوانگی نکنی. مایکا روشن هستن؟ یک بار امتحان کنین. حالا دیگه دوستا زود باشین، به جایتان برین. 30 ثانیه اخیر. خانم الینا، شما بفرمایین شروع کنین. خانم الیف، شما بفرمایین. حالا الیف، تو این کار کدام میتونی؟ حالا اوه، منتظر کسی که بودیم بالاخره آمد. وقتتون بخیر. اجازه بتین باید در داخل برنامه ثبت میشه، شما رفتن نمیتونین. بیادر گفتم باید داخل برم. با ما امر کردن کسی داخل رفتن نمیتونه. بیست فبروری یک ضربه محکم به ما بود. روز 28 فبروری تانک‌های زیادی بیرون شده بودند. او تانک‌ها از سر اعتقادات، باورمندی‌ها و نظریه ما تیر شدند. بعدن اونا با چادرایی که در سر ما است دست درازی کردن. اما ما بازم چوب ماندیم. ما را از دانشگاه بیرون کردن، خیالات ما را از بین بردن. او روزای سخت هیچ وقت از یاد ما نخواد رفت و همیشه به خاطر که او روزا دوباره تکرار نشه مجادله میکنیم و این کار ما را با هم بیشتر نزدیک ساخت. امروز هم یک مانع دیگه در مقابل ثبت نام ما ایجاد کرده بودن، اما بنیاد ما این مشکل حل ساخت. در اصل ما زمستان را سپری کردیم. از برکت بنیاد بهار خوب پیش روی داریم. امروز او خواهرایی که میخواین با شما حکایت زندگی خود بیان کنن تمامشان گلهای ناشکفته ای جامعه هستند. اولین خواهر ما الیف گورل. تو به دانشگاه طب مرکزی استانبول کامیاب شدی، همه تو نیست الیف؟ تو میتونی درباره زندگی خود به ما چیزی بگویی؟ مثلا چرا طب؟ ما همراه مادرم، یعنی زیجان مادرم وعده کرده بودم که انشالله دکتر میشم و دوباره در قریه به عنوان دکتر برمیگردم. باور داشته باش الیف، این کار تو به هزاران خواهر چادر پوش ما جرأت خود بخشید. اگه میخوایی حال ما ادامه بدم. یگانه مشکل الیف خواهر ما در عرصه تعلیم نیست. او در عین زمان خانم یک قماندان بود، خانم قماندان دینیز عادل. ای
داستان بسیار دردناک است. چطور؟ شما صاحب یک طفلم شدین. پیش از اینکه طفلتان به دنیا بیاید او تو را رها کرد. و حالا متوجه تو طفلت کی می باشه؟ اما من یک دقیقه نترس، ما همراهت هستیم. ببینید، من نمیخواستم قسم چیزی بگویم. من نمیخواستم قسم شوم. هیچ کسی نمیخواست قسم شوه. بعد از یک وقت فکر تو دوباره به برنامه خود ادامه میدیم. الیف، سهیلا صبر کن. سهیلا بس شو. الیف، دنیز، تو اینقدر از من افراد داری؟ ما قسم تفاهم نکرده بودیم. لطفاً به گپم باور کن. پس چرا به او برنامه اشتراک کردی؟ بخیلی چشمای تو رو اینقدر کور ساخته؟ دنیز قسم میخورم ما کار نکردیم. اینقدر کور شده که قصد جان یک خانم آمنه رو چی کردی؟ میگی؟ ما کار نکردیم، قسم میخورم. پدرت تو پشت سنم روان چی؟ کردی؟ در دانشگاه به چشمایم دیده دروغ گفتی. من خودم دیدم که با هم گپ میزدین، هنوزم به من دروغ میگی. چرا الیف؟ من بی از تو را دوست داشتم، از خود بیشتر تو را دوست دارم. بسیار زیاد دوست داشتم. دنیز خواهش میکنم به گپم باور کن. خواهش میکنم. یه قسم است. یه تلفن پدرت هست نه؟ جواب بده. ای از کجا شد؟ جواب بده الیف، جواب بده. ای از من نیست. ای از من نیست دنیز. تو دی دنیا به من پاکترین، مقبولترین و ساده ترین چیز بودی الیف، اما بعد از این نیستی. ما هیچ وقت به تو دروغ نگفتیم. هیچ وقت. گفتی الیف، به من گفته بودی که دوستم داری. از این کده دروغ بزرگتر وجود نداره. دنیز، دنیز، بس است دیگه الیف. دنیز، 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 دنیز یک دقیقه صبر کن. دنیز گپ ما گوش کن. بس است الیف، یک کلمه دیگه هم نگو. دنیز، ما مستحق این نیستم. من مستحقش هستم، من مستحقش بودم. دنیز، ما هیچ گناهی مرا ندارم. رها کن، بچه ما ازت میگیرم. دنیز، خواهش میکنیم این کارا نکن. الیف گفتم مرا الا کن. اون طفلم از تو نمیتونی که بگیریش. باز چی گپ شده؟ پشت ما الا کن الیف، اجازه الا نمیدم کن. که طفلم بگیری. فیلی صبر کن، صبر کن، هوش کنی. فیلیز بچه مرا بیار. دنیز اینجا چی جان داره؟ ما دیوانه شدیم. پشت الیف. طفل داخل ببر که دنیز میگیرش. دنیز تو چی میکنی؟ بچه ما بته. دنیز لطفا شما گفتم دیوانه بچه ما شدین. بته. صبر کن، اگه بمورم من بچه ما برات نمیتام. الهیم کو الیف. بانش. ما دیوانه شدیم. پشت الیف. دنیز تو چی بچه ما بته. میکنی؟ بچه ما بته فیلیز. الا کو. فلیس کمک کن نمان که او را ببر. طفلم اگر دنیز، طفلم اگر دنیز استاد شو. دنیز گفتم استاد شو. دنیز صبر کن، ازت خواهش میکنم این کارا نکن دنیز لطفا. ایرا باید الیف فکر میکرد پیش از اینکه ما رو در تمام ترکیه رسوا بسازه. مرا از بین ببر. حالا دیگه زود شو. من طفل خودم نمیدم. تا که مرا از بین نبری طفل تو برده به تو برم نمیتونی. مردی دیگه. پاشا سر رای. دنیز لطفا استاد شو. صبر کن دنیز، بشنو تو هیچ چیزی نمیشی.
تو دیروز تا ایرام نمیفهمیدی که طفل داری، حالا با کدام آمدی و ای را با خود میبری؟ اما حالا دیگه میفهمم. پاشو الیف برو اون طرف برو. کمک کنه ای بچه من ببره. چی میشه کمک کنین یک کار کنه؟ تو کی هستی بیادر؟ پاشو سر راین. بس که دیگه تمام منطقه را اذیت کردی. بس که دیگه طفل به این تیمه طفلم ما. است. تو چرا مداخله میکنی؟ پاشو کم چه؟ گپ تو میگی؟ تو چی وقت فهمیدی که صاحب یک طفل هستی ها؟ با عنوان یک پدر خوب چی وقت در کنار طفلت بودی و برش نام ماندی دینیز؟ بگو حالا چی رقم خدا پدر میگی؟ با کدام روی این گپ میزنی؟ با کدام روی؟ تو به خاطر بچه گفتن بسیار دیر کردی دینیز. بان بچه من الاش کن. ابا دا ویلیف بدم. الاش کن الیف تو رو میگم. چی الیف بچه من بیار الایم کن. طفل من اگی خواهش میکنم. این گپ در اینجا تمام نشده. امرایت گپ خواد زد و میلیف باز میفهمی که یک نان چند چه فطیره. قسم آدم ها هستن؟ نه شبه میبینن نه روزه میبینن، همیشه جنگ میکنن، بیخی از بیرون آمدن، دل سر شما را چی غرض؟ از خود خانه ندارین؟ بر اینجا حساب مرا خراب میسازن. برین کلان آدم ها. نظر به که شما اینجا هستین حتما اونا هم هستن. من اصلا کارایی هستم. ادینیس کاملا تغییر کرده. او بچه من میگیرم، بچه من از پیشم میبار. بچه درست است آرام باش، همه چیز خوب میشه. دیگه نترس. درست است. اما او باز خواهد آمد، پشت ما را اله نمیکنه. اما چی کنم فلیس؟ هنوزم یک شانس داری میلیف. کاکای الماز یک نامه مانده، همه چیزای طرف کده. همراه سنم یک جا شده، ابراهیم اختطاف کرده بودن. چی؟ وای این خانه را ببین. پدر من بسیار خوش سوق بوده. کسی هست؟ پدر جان؟ پدر جان کجا هستی؟ مادر؟ خدای من. مادر جان بسیار ظالمانه بسیار بیرحمانه سمتو نیست یا که تو نمیبینی چطور نیک کور هستی؟ درکت میکنم کل چیزا میفهمم درکت میکنم. پدر من قصدنی کار نکردم، قسم میخورم اونا مرا تهدید کردن به خاطر که نام شما بد نشه من این کار کردم. میفهمم سنم بر اولین بار تو را ای جزا نمیتم، تو را غرض نمیگیرم. پدر جان به کی زنگ میزنی؟ تو را با دستای خود به پلیس تسلیم میکنم و از تو نجات پیدا میکنم. پدر
پدر قسم نکنید. پدر لطفاً زنگ نزنید. سنم امروی تو یک توافق میکنم. تو طفل سخت کن. مام از این کار خود منصرف میشم و یا هم تو را با دستای خود با پلیس تسلیم میکنم. سنم مرا مجبور به این کارا ساخت. طفلم او اختطاف کرد. گناه های زیادی انجام دادیم که گفتن نمیتونم. دیگه شب عدالت خدا مسپارم تا در دنیای دیگه فیصله کنه. حقت حلال کو یلماز. نه خیر دیگه. این دختر او را پدر گفت. کسی نواسه خود اختطاف میکنه. اما زیاد پشیمان شده. اگه منم میرسیدم او خودم میکشت. از این بدتر شوه فیلیس. الیف بیا لطفاً ازت نکو. بعدی زنگ میزنیم. او که نامه ببینه میفهمه که تو بیگناستی. حالا اگه بفهمه چی خواهد شد؟ تو فکر میکنی باور میکنه؟ کل ما ایره میفهمیم که او چقدر تغییر کرده. من امشب در چشماش یک آدم دگره دیدم. او دینیزه نبود که من میشناختم. حال کاری که ما باید انجام بده محافظت از بچه‌ایم است. پدر جل ببین. پدر لطفاً اگه طفلم از بین ببری مام از بین میرم. بله پدر مرا با آمر امنیت وصل کنید. پدر لطفاً تو نکن. مرا خو میشناسین جنرال قدرت کارای هستم. میخوایم یک گزارش براتان بدم. دخترم سنم کارای. پدر لطفاً. خدا تو گنگه را بزنه. خدا تو را لعنت کنه. تو همیشه با ما خیانت کردی. بزنم که در مجد دهنت. خودت میفهمی سنم. بله درست است پدر. بس است. درست است بس است. هر چیزی که میخوان انجام میدم تلفن قطع کنه. بیاین اونجاست. بریم. کی خود باشه؟ من هم میفهمم. بیاین. میشه بگوین چی گپ است؟
حالا بیادر را جمع کنین لوازم اینجا را. هر چیزی که به دردتان میخوره بدون از یک چشم به هم بزنین ببرین و در موتر بانین. شما میخواین چی کنین؟ گفتم شما چی میکنین؟ اینجا چی گپ است؟ شما دیوانه شدین تلویزیون کجا میبرین؟ اینا را بانین از خانه ما برایید. شما خبر ندارین؟ از چی؟ دختر ما صاحب خانه هستم. شوهرت زنگ زد و قرارداد فسخ کرد. به خاطر ندادن کرایه چند ماه او گفت که لوازم خانه را بگی و ببر. سنم است. جواب بده. آماده شد دکتر آمد. دکتر آمد؟ به شفاخانه نمیریم؟ این کار باید در اینجا تمام شود. هیچ کس خبر نخواهد شد بخصوص شوهرت. زود شو. حرکت کن شو. دینیز بیادر کجا میری؟ به گرفتن بچیم. چی رقم؟ یک دانه بچه دارم. اجازه نمیتونم کو سر سرک باشه. پدر مرا کجا میبری؟ گفتم حرکت کن شیشک. دیوانه شدی پدر چی میکنی؟ حرکت کن هنوزم گپ میزنی. را برو. پدر میخوای که مرا بکشی اما تو نیست؟ هر چی زودتر میخوایم از اون طفل نجات پیدا کنم. را برو. چی سایل داری گنگا؟ حالا بیا مانیم شو احمق. نمیفهم از تو چی وقت نجات پیدا خواهد کردم. حرکت کن. پدر برو. پدر برو گفتم. یای تو بخوری حرکت کن. پدر لطفا پدر برو چی رو سایل داری؟ ایسو بیا حسونه رو ایسو بیا. حرکت کن. بالا برو مویای کشالتا بخوری. حرکت کن. عجله کده اون جوانش. لوازم خوشت آمد؟ بله بسیار زیاد. دیگه شهر دوی ما با هم میگیریم. بیا بیبی اینجا اتاق خواب ماست. دخترم تو خو یک طفل خردم داری اما چیزی کده نمیتونی. کرایه چند ماه را نداده بودن خودت خو میفهمی. نه کاکا جان من از شما ناراحت نشدم. شما کاری را میکنین که براتون گفته شده. ما به خود یک جای دیگه پیدا میکنیم. رنگش آبی باشه روکایش هم آبی باشه. ها لوازم تا بینش میمانیم. به فردا آماده میشنی؟ بله در خانه ما بیارینش. روزتان خوش. ببینید نمیخوایم که طفل ما سخت کنم. میخوایم که رو به دنیا بیارم. اما پدرتان با شما هم نظر نیست. با او چی؟ این طفل از ماست. پس خودتان این گپا برشان بگویی. دوا آماده است؟ مطمئن هستم اگه بگوین که ما طفل سخت کردیم نخواد فهمید. زمانی که به دنیا بیایه باز خود فهمید. من نمیخوایم خودت در کدام مشکل پرتم. اما اگه واقعا این کار کنین باز ما شما را به زندان خواهد انداختم. از شما شکایت خواهد کردم. آقا قدرت بخواین. درست است این کارو نکن لطفا. ببین لطفا این کارو نکن. پس بگیره بپوش.
حق با تو سیلیف. دنیز کاملا تغییر کرده. تو رای رقم امرای طفلت از خانه بیرون کشید. او کار خوب نکرد. دا قصهش نباش فلیز. در این مورد دیگه گپ نمیزنیم. حالا باید به این فکر کنیم که چی کنیم. سهیلا کجاست؟ بله. سلام. من هستم سهیلا. بسیار در یک وضعیت بد هستیم. خواهش میکنم زود اینجا بیا. ما را از خانه بیرون کشیدن. همراه طفل در سرک ماندیم. بله؟ بله؟ مشنوی؟ معذرت میخوایم لاین قطع کردم. باید تلفن با خود ببریم. بسیار بد هستیم. به من زنگ نزن سنم، زنگ نزن. حالا بسیار کارا دارم که باید انجام بدم. نمیتونم امروی تو گپ بزنم. دینیز یک بار گوش کن که چی میگم. نمیخوایم که بفهمم. حالا بچم به من ضرورت داره. من واقعا نمیتونم امرویت باشم. دیگه به من زنگ نزنی. پس اولاد من چه تو خواد شد؟ اولاد من چی خواد شد؟ حالا زود باشین خانم. زود ایره بپوشین، دکتر منتظرتان است. فکر میکردم دنیز آدم خوب است. آدم اولاد خدا به خانه میسازه. کی گفته کوره به خانه ساختیم؟ دنیز از اینجا برو. گفتم برو. حالا ایلیف، لوازم بچه ما در یک بکس بنداز بیار برم. دنیز مرا مجبور نساز اگر نمیفهمم چی کنم. چی خواد کردی؟ در تلویزیون خدا نشان داده مرا در تمام ترکیه رسوا میسازی؟ متوجه هستی که چی میکنی دنیز؟ شما در کار مداخله نکنید. حالا ایلیف، او را به ما بچه. این طفله بته ایلیف. ایلاقا گفتم ایلش کن. نشدی تو چی میکنی؟ بس است دیگه دنیز، بس است. بته گفتم ایلش کن دنیز. تپس کن. تو کی هستی دیگه؟ تو را چی غرض؟ ایلینا این موضوع مربوط من. بین ما و شما ای گپا نیست خواهر. این موضوع مربوط ما میشه. ما اجازه نمیتم که تو به ایلیف ضرر برسونی. انجمن ما چندین وکیل داره. اگه طفل ازش بگیری بار همیش پشیمون خود شدی. شما ایلیف گرفته از اینجا برین. موتر منتظرتان است. حالا ایلیف بریم. زود باش. بریم ایلیف. طفل خود گرفت. از این کارت پشیمان خود شده ایلیف. ما بیازا پشیمان هستم دنیز. بسیار زیاد پشیمان هستم. این قسم هستن؟ یعنی سرشان اعتماد کرده پیرویشان میکنی ها؟ حالا برو، زود باش. حالا برو. هر جایی که میری برو. من در تعقیبت هستم ایلیف.
این کارو نکنه. چی رسایل داری بیرون برو تو را از بین میبرم بمار مادر من رها کن. نفهمیدم تو در خانه چی میکنی احمق؟ هیچ تغییر نکردی، مثل سابق هستی. چند بار ما برات بگویم ها که دیگه با خانه ما داخل نشو؟ چند بار؟ من بیازوی نیت ندارم. اینجا به خاطر دیدن مادرم آمدم. با دیدن مادرم. بیادر مرا نجات بده دیگه، لطفاً مرا نجات بده. درست هستم، تو همراه من میایی. بشنو، اگه با یک طلموی خانم ضرر برسه همگی در مورد کارایت خبر خواهد شد. متوجه باش. شما فکر میکنین حساب ای کارایتان ازتان نمیپرسم ها؟ حتما میپرسم. اگه کم پاک کاری کنین براتون مناسب خود بود. اینجا سرد است اما باید گزاره کنین دیگه. و دیگه جایارم به خاطر شما میبینم. خوش دارمت همه تو نیست؟ اشونیده نگه پای شاورت کرده اینجا بسیار خوب است. زنده باشی، به زحمت شدی. کاش لوازمه که ده حولیس هم گرفتم میتونستیم. سهیلا، من کوشش میکنم که یک راه چاره پیدا کنم. لازم نیست. ما پولم پیدا میکنیم، محترم پیدا میکنیم. تو بسیار زیاد زحمت کشیدی، زنده باشی. الیف، به هر صورت من این کارا را به خاطر رضای خدا انجام میدم. الیف خواهر من مرا خواهد شناخت. بگی این سوال هست که دیشب باید میپرسیدیم. خودت نوشته کردی. هر چیزی که خودت نوشته کردی ما میپرسیدیم. این را آوردم تا در فکرت کدام چیز دیگه نگرده. این دست خط من نیست. اینا بیبی که چه قسم بازی ها را ما انجام میدن. باز تو هم میگی که همه کارا را خودم میکنم. تا وقتی که هم دست نشه موفق شده نمیتونیم. به هر صورت ما دیگه حالا میرم. لدانشگاه باز میبینیم. ها خبر خودارن که امتحان داریم نه؟ لطفاً مرم کمک کنین. بچه این بسیار مریض است. میفهمین که شوهر ما زندانی ساختن. از هر کی که کمک خواستم برم کمک نکردن. همگی شوهر من خاین وطن فکر میکنه.
تمامشان من خانم تروریست میگن. لطفاً گریه نکاش کایتا پاکو. تشویش نکو، در جای خوبه آمدی. کاش که اولتر از همه شما اینجا می آمدین خانم سلام. حالا دیگه آخرین امیدم شما هستین. اگه شما برام کمک نکنید بچه‌م دیگه چانس زندگی کردن نخواهد داشت. او هنوز بسیار خورده است. من نمیخوایم او را از دست بدم. تشویش نکنید، با توکل خدا دست به دست هم داده انشالله که بچه تا نجات میدید. این انجمن به خاطر کسایی که در کوتاهی 28 فبروری برشناسی رسیده ایجاد شده. مصرفی عملیات چقدر میشه؟ 50 میلیارد لیره. 50 میلیارد؟ بسیار یک مبلغ زیاده است. این مبلغ نیست که با گفتن پرداخته شو، اما به خاطر شما ای پول پیدا میکنم. تشویش نکنین. شماره تلفنتان با دوستا بتین هر وقت که پول پیدا کردم براتون خبر. به خاطر همه چیز بسیار تشکر. زنده باشین. ملاقات خوبی بود، انشالله که بازم خود دیدیم. منتظر خبرتان می باشم. بله، خانه و دوستای ما در چی وضعیت هست؟ یک بار بی باز با ما خبر بتین. ای باری زدت فایده نخواد کرد. بچه ما از این خانه نجات خواد دادم. تو خود گفته بودی که فقط امتحان است، اما ما خود پول پاهنتونه نداریم. بیبی سهیلا، از اول پرت میگم. درست است که تمامی کارا را به خاطر رضای خدا انجام میدم، اما بعضی کسا بودن که ما را در نیم راه رها کردن. تو به ما کمک کن. تو نباید جلسه ما را از دست بدی. همراه موافق هستی؟ بله بله. بسیار تشکر. خداوند از شما راضی باشه. فلیس، پیش بیا ببینم. تو خود تب داری. تو خوب نیستی جانم. نه ما خوب هستم. کمه گلونم بند شد. اینجا خاک زیادت از او خاطر. تو باز از ما چی میخوایی دنیس؟ دوستت بسیار خوب میفهمه که ما چی میخوایم، از او بپرس. دخترم میشه که چند دقیقه ما را تنها بانین؟ دنیس، ازت خواهش میکنم ما را اذیت نکن. لطفا ما را آرام بان و از پشت ما نیا. ما پشتتون آمده میلیف. پشت بچه خود آمده. شما آدم اینجا زندگی میکنین؟ اینجا خب مثل یک قوطی است. اتاق خواب بچم کجاست؟ ابراهیم دم اینجا میخوابه؟ خانم رانا بسیار راحت است نه؟ ایره بیبی خانم بیچاره بسیار پریشان است. حداقل خانه رو خب باید گرم کنین که خنک گرفته. ما فقط برای یک چند روز اینجا هستیم. بیازه بزودی یک جای دیگه پیدا می. ایلیفی مربوط من همیشه که تو در کجا زندگی میکنی. ای که بچه‌م در کجا زندگی میکنه مربوط من همیشه. بس خلاص فهمیده شد؟ من هر جایی که باشم بچه امام همونجا می باشه. فهمیدی؟ بیبی جنگ نمیکنم، غالم نمیکنم. با آخرین بار ازت میپرسم بچه ما به من میتی یا نمیتی؟ نه خیر، هرگز. ایلیف تو میفهمی که بچه به چی ضرورت داره؟ باید به تخت بخوابه نه به زمین. لباسای پاک باید در جانش باشد. باید شکمش سیر باشد. چرا نمیفهمی؟ خب پس من چی کنم دنیس؟ برام بگو که چی کنم؟ من بدون بچم چی رقم زندگی کنم؟
ما چی رقمی زندگی را تحمل خواهد کردم بدون بچه چی رقم زنده باشم؟ پس درست است. با تو هم یک خانه میگیرم. هر وقتی که خواستی بیا بچه تا ببی. درست است الیف؟ لطفاً برو از اینجا دنیز برو. نمیفهمم تو چه رقم یک انسان به وجدان هستی. هر قدر کوشش میکنم تو را بفهمانم نمیفهمی. هیچ کس نباید به تو کمک کنه الیف. تو برو مرا به تمام ترکیه رسوا بساز. من مثل احمق آمدم کوشش میکنم تو را کمک کنم. نکو مرا کمک نکو دنیز. از کمک کردن تو کده این خوب است که در اینجا بمرم. لطفاً از زندگی من خارج شو. دیگه نمیخوایم چهره ببینم. نمیخوایم که تو را ببینم. آخری گپ همی است الیف. ببی الیف، قسم میخورم که به من عذر خواد کردی. برام عذر کرده بچه ما با دوستای خود برام خواد دادی. فهمیدی خانم؟ این گپ من فراموش نکن. خدا جزایی بده. در نبود من قدرتکارهای بسیار از حد گذشته. چطور میتونه انسان همراه خانواده خودی کار کنه؟ چطور میتونه که نواسی خود به قتل برسانه؟ کسی که شوهر تو میشه کجا زاله که تو در این وضعیت هستی؟ او نپرسید که طفل ما کجاست؟ هیچ در مقابل او ایستاد نشد. او نمیفهمید. اگه میفهمید با پدرم اجازه میداد. پس برش زنگ بزن که خبر شوه. حالا زنگ بزن. باز چه گپ هست سنم؟ دنیز دیوانم ساختی سنم. بزود اینجا الیف زد کده بچه ما برم نشان نمیته. اونجا تو برم دقیقه به دقیقه زنگ میزنی. یادم به یک درس خوب ضرورت داره. این احمق کجاست؟ بیادر لطفاً بگو کجاست. ما برم دهنو بینیشه بشکنم. لطفاً آرام باش. سنم زود چو بگو. بیادر بلیاد خود آرام باش. هیچ چیزی نشده. این گپ بین ما او است. خانم قبلیش بعضی مشکلات داشت و به خاطر حلش به کمک من نیاز داره. هیچ وقت فکر نمیکردم که دنیز تایید تغییر کنه. باورتان نمیشه که برای من چی چیزا گفت. گویا که او تو را دوست داشت. بالای هیچ مرد نمیشه که باور کرد. وقتی که به دردش نخوردی باز او طرف مندازید. سهیلا تو متوجه خود هستی که چی میگی؟ باندگه. به هر صورت حداقل خوب شد که اینجا آمده تانستیم. الینا بیازو به ما یک جای مناسب پیدا میکنه. همه قسم گفت. سهیلا او دختر به من هیچ خوب معلوم نمیشه. هر وقت که یک گپ میشه او خودم میرسانه. نه خیر، من خواستم که او اینجا بیایه. این کار بد شد. نه تو طفلت پس گرفتی. درست است، اما اینا به خاطر کمک کردن نامدن از پشت به ما خنجر میزنن. نه جانم، او قسم یک دختر نیست. حتی پول محترم برم داد. باز تو هم گرفتیش؟ چرا نگیرم؟ الیف او گفت که امتحان داره. نشنیدی؟ چه قسم به دانشگاه میرفتی؟ الیف کمی حقیقت ها رو ببین. او آدم ها میخواین به ما کمک کنن، پس چرا ما کمکشان قبول نکنیم؟ نمیخوایم احسانمند کسی باشم. نمیخوایم در مقابل قسم انسان ها غرورم زیر پا شود. سهیلا چرا نمیفهمی؟ درست است. تو غرور ده حفظ کو. من غرورم شکستنده میتونم. من خجالت میشم، زیر پای میشم، هیچ مشکلی نیست. تو سرتو بالا بگی. دنیز برات خانه بگیره تو نگی. ایلینا برات پول بده تو نگی. الیف این پول از آسمان برات میایه؟ چیز به نام زحمت کشی ها موجود داره. انسانای با غرور کار میکنن و به خود پول حلال پیدا میکنن. پیش روی دیگه کسی سر خود خم نمیکنن. به خاطر که تنها تو غرور داری. به من هر کار آسان است، همه تو نیست الیف. گوش کو جانم، من حالا میرم با این پول تکت سرویس به خود میگیرم. کسی همراه من میایه؟ درست است. خدایا خودت کمک کن. چرا همه چیز اقدر سخت است فلیس؟ خواهر قنده میروزه مگذره و وعده میکنم که همه چی خوب میشه و تا جایی که توان داریم کار میکنیم، زحمت میکشیم. احمق، ما تو را روان کردیم که از او آدم برای ما خبر بتی و تو رفتی از او درس گرفتی ها؟ ما هم دیگه رای نداشتم. هر بار که کوشش کردم امرش گفتگو کنم او بسیار باصله و دقیق جواب میداد. قسم معلوم میشد که استادم باشه. اما عادت ما را خود میفهمی. خانمت، دخترت بدونه پول و غذا چی خواد کردن ها؟ از گرسنگی خواد مردن. اگه ما کمکت نکنم
فامیلت از گرسنگی خواهد مردن. گپ ما فهمیدی اما تو نیست. حاله ایره بگی کارش تمام کن. من نمیتونم، من این کار نمیتونم. در مورد خانمت و دخترت فکر کن. دنیز بچیم، ایلیفه در تلویزیون دیدن مردم سر ما خنده میکنن. حتما جنرال تو را از امی خاطر خواسته. هوش کنی کدام اشتباهی مرتکب نشی. درست است؟ دیگهش خودت میفهمی بچیم. اختیارت. از ما فقط گفتن بود. ما هیچ کاری نکردیم که حسابش داده نتونم. بله بسیار یک زمان طولانی بود که اشتباه کرده بودم. حال میفهمم و همه چیز درست میکنم. تشویش نکنین. بیا کماندان بیا. مرا خواسته بودین جنرال صاحب. تو مشکل داری کماندان؟ نه خیر جنرال صاحب. تو نخیر میگی اما تمام ترکیه درباره تو گپ میزنن. این موضوع دختر چادرپوش چی است؟ او خانم سابق ما بود جنرال صاحب. خانم سابق چادرپوش است؟ خانم جدید دختر جنرال است؟ هیچ نفهمیدم که تو چی هدف داری. من هیچ هدفی ندارم. متاسفانه ما هم نفهمیدیم که تصمیم اشتباه گرفته بودم. طفلم داری؟ بچه‌م نو به دنیا آمده. دینیز بچیم هر چی زودتر با او طفل نام و تخلصی که مربوط به خانواده تان میشه بالایش بانی. ما نباید زمین سوی تفاهم و فرصت طلبا مساعد بسازی. بفهمی که نام بدی تو نام بدی تمام نظام میشه قماندان. به زودترین فرصت کاری که لازم است انجام میتم. اما موضوعی نیست. موضوعی است که طفل با کدام ذهنیت کلان خود شد. بچه تا به اونا تسلیم نکو قماندان دینیز. تو تنها با همی کار میتونی که اشتباهات جبران کنی. اطاعت میشه جنرال صاحب. به خاطر همه چیز بسیار تشکر. خداوند از شما راضی باشه. ما چطور میتونیم قرض شما را پرداخت کدام کنیم؟ قرض لطفا تو نگویید. کافیست که شیر بچه عملیات شد و سلامتی خود به دست بیاره. دیگه چیز مهم نیست. انجمن ماضی خاطر ایجاد شده. بسیار تشکر. بازم یک خانواده مظلومه کمک میکنین. شما را کی حمایت میکنه؟ در حالی که همگی در یک کشور فکر میکنن که شما نجات دهنده هستین. شما در این مورد چی گفتنی دارین آقا؟ ببینین دوستا، امروز ما در اینجا فقط به خاطر سلامتی و صحتمندی یک بچه خرد اینجا هستیم. شنیدین که شما به سیاست داخل میشین. این گپ حقیقت داره؟ موضوعی که اینجا جریان داره سیاست نیست. موضوعی است که به انسانایی که ظلم دیدن و از اجر کشیدن چه رقم میتونیم امرای اونا کمک کنیم. شوهر خانم آسوما از اردو اخراج شده و به زندان انداخته شده. خانم آسومان با بچه مریض خود تنها مانده بود. تمام درها که زده بود باریش بسته بود. این بیچاره را هیچ کس اهمیت نداده دوستا و مریضی بچهش پیشرفته شده و خوب به نظر نمیرسه. تا چی وقت؟ تا زمانی که اینا دروازه انجمن ما را زدن و انجمن ما بدون هیچ نوع توقعی. ببینین ایره بسیار واضح براتون میگم، بدون هیچ نوع توقعی. چرا که شما خوب میفهمین امروز هر کس به خاطر منفعت خود کار میکنه. البته که انجمن ما مصارف طفل بدون کدام هدف پرداخت نکنه. خب خانم آسومان نظر شما در این مورد چی است؟ خداوند از این آقا راضی باشن. بدون هیچ نوع توقعی ای کار کردن. ازش بسیار تشکر میکنم. بازم خداوند از شما راضی باشه. میشه که عکس شما را یک جا بگیریم؟ بله دوست عزیز، از همگیتان بسیار زیاد تشکر. حالا دیگه بیشتر از این طفل خسته نمیسازیم. بفرمایید. شما هم دیگه لطفا ناراحت نباشین. انشالله که طفلک عملیات شده و زود صحتیاب خواهد شد. شفا باشه. زنده باشه. کم مانده بود که فراموش کنم. این از شماست. مرا بسیار زیاد کمک کردین. زنده باشین آقا. شفا باشه.
پول عملیاتم میخوایم با دوستای خودم به شما تقدیم کنم. آماده هستی یلماز احمق؟ آماده هستی که چند لحظه بعد تمام مملکت تکان بتی؟ همگی در ترکیه رقص و بازی خواد کردن. باور کو بعد از فتح چناقله ای وطن مثل تو دیگه فرزند شجاع نخواد دید. حالا دیگه بچیم خدا یار و یاورم باشه. حالا احمق نستیک بیا. محال داخل رفته بسیار رازهای بزرگ دولت فاش میکنم، درست است؟ تو حال برو یک کمی شکر بزن، والا اگه گپا را بشنوی با مشکل مواجه خواهد شدی. بیا از روی مسلکتم تازه شروع کردی، برو از مسلکت دفاع کو. برو حالا عجله کو، برو. شت برو. یک قهوه خانه گرفتیم کمی بالاتر از پاهنتون شما. ما بوریک پز هستم. های راست میگی بیادر جان؟ یعنی که تو بوریک میپزی اما تو نیست بیادر؟ شام حتما بیایی سنم، یادت نره، درست است؟ باور کن واقعا متعجب شدم. صبر کو، اینقدر زود هیجانی نشو. در ضمن اگه کارم زودتر خلاص شد به دانشگاه پیشت میایم، تو رو همراه یک کسی معرفی میکنم. وا همراه کی؟ ها؟ انیک همراه کدام دختر؟ او مقبول ترین دختر دنیاست. چی میکنی بیادر؟ تمام میزه گدوات کردی. آمر صاحب بلیاز خدا تو چی میگی؟ من میترسم. من به خاطر میترسم که حالا با تو راز بسیار مهمه میگم، نشه کسی مایکروفون چیزی در اینجا مانده باشه. من به خاطر خودم هیچی نمیخوایم، اما تو حتما خانم و اولاد داری. بس از دیگه چی میکنی؟ کل میزه گدوات کردی. آمر صاحب این رقم نگو، ما باید بسیار احتیاط کنیم. خدا نگاه کنه کدام گپ نشه. وای مادر کیکا، اینجا بیا احمق، اینجا بیا. صبر کو، اینجا بیا. صبر کو، کجا میری احمق؟ تو امرای من رشخندی میکنی؟ هر چیزی که میگی زود بگو، اگر نه تو را زندانی خود ساختم. بگو دیگه. درست است آمر صاحب، درست است، کمی آرام باش. درست است میگم. سنم کارای آمر صاحب، دختر من از بین برده. ای که از بین برده بس نبود، با زور دچه ها من انداخته. سنم کارای یعنی که سنم کارای؟ چرا از اول برم نگفتی بیادر؟ نه که تو همراه من رشخندی میکنی؟ اینه بگی یام گزارش طب عدلی. ضربه نخورده، اثر زخم وجود نداره، خفک نشده، تنها یک حادثه بوده. حادثه حالا دیگه از اینجا برو، اگه نه تو را زندانی میسازم. خداحافظ. شام باز گپ میزنیم. درست است. چی گپ باز؟ او بچه کی بود؟ بیادرم بود، اما به ناحق خوش نشو. او دوست دختر داره و امروز شام مرا به او معرفی میکنه. بر صورت. خب دیشب چی گپا شد؟ پیاما به دردت خورد؟ نه خیر جانم، باید یک راه حل دیگه پیدا کنیم. یعنی یک راه بسیار قاطع باید پیدا کنیم. میفهمی که مشکل اصلی چی است؟ طفل. تا وقتی که او باشه چشم دینیس هیچ چیزی را نمیبینه، حتی طفل خودش هم نمیبینه. خب پس چی میکنی دختر؟ در وضعیتی هم نیستی که طفل از بین ببری.
خیریت است صالح بیادر؟ انشالله کدام مشکل خو نداری؟ خانمم همراه دخترم آمده بودن مکه. اینجا باشم واضح است هیچ کس به اونا خزا نمیتن، یعنی جز ما هیچ کس از اونا حمایت نمیکنم. تو را بسیار خوب درک میکنم. ما هم یک خانم و یک دختر دارم. باور کن هیچ نمیفهمم که حال کجا هستن و چی میکنن. تشویش نکن، با خودم میگم. اما هر زمانی که به فکرم میاین بازی حدیث به فکرم میایه و او وقت قلبم بسیار راحت میشه بچیم. پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اگه شما به الله به درستی توکل میکردین، او پرنده هایی را که صبح گرسنه از لانه خود پرواز میکنن و شام دوباره سیر بر میگردن رزق میته شما را رزق میداد. یعنی کسی که هم خانم تو هم دخترت شکمشان اسیر میکنه، تو نیستی، خداوند است. تو تنها وکیلشان هستی. به درستی توکل کو، دیگه شه به خداوند بسپار بچیم. توکلت علی الله. دیگه پمپرسام نداره. حالا چی خواد کردیم؟ بر فعلا همو پمپرش درست است، بعدا برش یک جا را پیدا خواد کردیم. الیف، اما باید هرچی زودتر حرکت کنیم تا که به پنتون برسیم. من نمیرم. درست است که میتونم ابراهیمه با خود ببرم، اما مادرم پشکیبانم. الیف، ما امتحان داریم، با یک شکل باید اونجا بریم. چی رقم باید برم؟ نمیبینی که این دروازه در چی وضعیت است؟ اگه مادرم برای او جای بره باز چی کنم؟ این موضوع یک موضوع طفلانه است. این واضح است که خانمت از طفلت مراقبت کردن نمیتونه، اما باید بسیار زیاد دقت داشته باشیم. ما نمیخوایم با وجود که حق ما باشه بازی را ببازیم، اما قسم نیست. ما باید از تمام ملاقات های همراه خانمت خبر داشته باشم. این کار بسیار ساده است. شما برام بگوین که چه قسم بچه ما گرفته میتونم. سند تولدش است؟ پیش مادرش است. اما او را نمیتنی؟ پس تنها یک کار میمونه که باید انجام بدیم. دعوای پدری را باز میکنیم. گزارش داده میشه، محکمه به محکمه میرین به همین شکل. غیر از این دیگه کارم نیست که انجام داده بتانیم. ببینین، من میخوایم این موضوع را بدون که کسی خبر شه و حل کنم. از او خاطر با آخرین بارم را الیف گپ میزنم. چانس خود امتحان میکنم. او سند ازش میخوایم. اگه او سند برم نته باز میفهمم که چی کار کنم. مادر جان، خواهش میکنم گریه نکنین، ما زود پس میاییم، وعده میکنم. لطفاً گریه نکنین مادر جان، ما زود امتحان میتونم و پس میایم، وعده میکنم. درست است؟ بیا که بریم الیف، نه وقت میشه. فلیز، من چه قسم برم بیبی مادرم گریه میکنه. حق با تو است، اما حال مجبور هستی باید که بریم. درست است. بیارشی طرف، بیار اینجا بانش. کمی به طرف راست، کمی دگام. درست است، خوب است، درست است. کار آشپزخانه تمام شد.
اعلاناتم سر میز داخل مونده. والله بسیار زیاد تشکر میکنم، همه چیز مقبول شده، دستتان درد نکنه. خواهش میکنم. انشالله که خیرش خواهد دیدین. شما کاره گارسونا را حل کرده؟ ما با یکی دو دوست خود گفتم اما این کار کمی مشکل معلوم میشه. ما اعلانات در پاهنتون تقسیم میکنم. قبلا چندین دختر بود که اینجا کار میکرد. سایلایشان صاحب کانتین مشناسشم. برشان خبر بده. اونا با تو کمک خود کردن بچه. انشالله این کار حل خود کردیم. میخواستم برتان یک گپ بگویم. بفرمایید کاکو جان. حضرت سلیمان یک روز به یک مرچه گفته که ده یک سال چقدر میخوری؟ مرچه هم گفته که یک دانه گندم برم کافی است. بعدش حضرت سلیمان مرچه را گرفته ده یک قفس مونده. یک دانه گندم همراهش انداخته. بعد از یک سال که رفته دیده هنوزم نصف گندم مانده. چرا؟ او اما میخواستم پرسیده میفهمی که مرچه چی گفته بچه؟ تا امروز رزق مرا خدا میداد، بدون کدام ترسی او را میخوردم. ای بار تو برهم دادی. گفته اما چه تو میتونم سر تو اعتماد کنم؟ فهمیدی؟ همیشه خدا به خدا بسپار بچه. رزق همیشه از طرف او میآید، تو را در نصف راه رها نمیکنه. یلماز احمق، به خاطر زیاد پول داری تمام پولا رو یک دفعه در بانک جمع کردی. نه بچیم، از تو هیچ چیز جور نمیشه. باور کن هیچ چیز جور نمیشه. حالا میخوای الیف کمک کنی؟ ببینیم که چی میشه. آمدن. الیف دخترم، تو با کدام روی در مقابل میایی ها؟ کاکا یلماز لطفا شما از اینجا برین. لطفا. الیف چرا این رقم گپ میزنی دخترم؟ من غیر از تو کس دیگه را دارم ها؟ بگو دارم. هولیام رفت. هولیا یادم آمد. ببین چی میگم، پلیس گزارش برم نشان داد. همش یک حادثه بوده دخترم. خودش افتاده و گردن شکسته. بالاخره تو هم بیگناه برآمدی. آمدیم که ببینم کدام مشکلی نداشته باشی. تو چی میگی؟ ما بیازو میفهمیدم که بیگناه هستم. ما هم همین گپا گفتم دیگه جانم. بیازو ما باور نکرده بودم که تو هولیا را از بین برده باشی. چرا امروز سنم در این کار شریک شدی؟ بگونه چرا طفل ما اختطاف کردی؟ آی خدا جانو او را نگیره. او مار مرا فریب داد. اما تو تشویش نکن. او جزای خدا دید دخترم. بس از دیگه از سر رای پس شو. دخترم چرا این رقم گپ میزنی؟ من کجا برم؟ غیر از تو دیگه کسی را ندارم ها؟ من کجا برم بگو. الیف ببین من چی میگم. جسد و اولیا را باید بگیریم دخترم. پیش تو پول از دخترم؟ پول بگو که هست پیشت. از خاطر تو حالا دیگه هیچ جای برای بود و باش باقی نمانده. چیزی که برای اولیا دادم میتونم او دعا است، اما به خاطر شما دعام ندارم. از سر رایم پس شده گدم مقابلم نیایی. فهمیده شد؟ کلش از خاطر همی دختر است. اما چون نامش علی ناز چی است؟ دقیقش نشو، او طرف نبین. ما در مورد مادرم فکر میکنم. او چی خواد کرد؟ دو جای یخ تک و تنها است. و کوشش که حالا در مورد او فکر نکنی الیف. یک راه برش پیدا میکنه. بسیار به تشویشش هستم فلیس. قسمه حس میکنم که اگر ماها و سالها گریه کنم کافی نخواد بود. زیاد میترسم. از خاطر طفلم میترسم که او را از دست ندم. بچه مقبولم. تو خوب هستی فیلی؟ خوب هستم. شاید کم خانک خورده باشم. تو اگه میخوایی به ابراهیم شیر داده میتونی. شاید حالا گوش نشده باشه. اتاق پشت سر بیکار است. میتونی که اونجا برای شیربتی کسی نیست. درست است. تو راست میگی. بیا بچه ما زود پس میام. درست است جانم.
این وضعیت بیبی تو و الیف کجاستی؟ الیف در خانه استی؟ خانم رنا دخترم رفت، طفل مام رفت. او خدای بزرگ، کجا رفته باشن اینا؟ باز مرا میگه از انسانیت برآمدی احمق. باز چی گپ هست هنم؟ نگفته بودم برام زنگ نزن، هر دقیقه دیوانیم ساختی. قندم جدی نشو. تو بچه نمی پالیدی ها؟ اما ای که خوش نیستی ما هم قطع میکنم برات نمیگم. تو چی گفته میری؟ زود باش بگو چی شده؟ درباره بچه‌ت میگفتم. او در پیش کانتین بسیار گریه میکنه و شیر میخواه. درست است؟ من خاطر دیده نمیتونم. تو خود میگفتی که در تعقیبش هستم. در کجا هستی؟ بچه مقبولم، بچه قنده، جان مادر. بیا جانم، بیا بچه مقبولم. سلام، نمیگه که خوش آمدی؟ خوش آمدی. خب دو دخترت کجاست؟ دامله؟ درست است. بیا 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 جان مادر. تو اینجا چی میکنی؟ نامت چی است؟ بگو دیگه. نام من الیف است. بیبی نامیام ابراهیم است. نام من دامله است. دامله بیا جانم، بیا. دامله جان تو چرا در اینجا پنهان شدی؟ یک جادوگر بعد مادر من به چوب تبدیل کرد، اما جادویش بالای من تاثیر نمیکنه. من او را پیدا کردم، مادر من ازش پس میگیرم. شاید من بتانم برات کمک کنم. راست میگی؟ بله. اینو میبینی؟ این زیاد قوی است، از اردوی ما محافظت میکنه. اما این هنوز بسیار خرد است، راست نمیگو؟ صبر کن. چی میگه؟ این دیگه یک راز است که فقط در گوش من میگه. بازم سر خوردیم. من دستکول شما را پیدا کردم، اما شما با ارزشترین چیز ما پیدا کردیم. پدر! دختر قنده. شما؟ بله من. روز قبل فرصت معرفی را نداشتیم، شما بسیار عجله داشتین، من تبت هستم. بله معذرت میخوایم، او روز کم عجله داشتم، اما هم الیف هستم. پدر ببینین ابراهیم است. بچه تان است؟ ماشالله. الیف بیا که امتحان شروع میشه. درست است، من زود میایم. معذرت میخوایم، اما باید روز خوش. حالا بریم فیلیز. فیلیز بیا دیگه، زود شو. حالا قند پدر بیا که تو را با امید معرفی کنم. تو هم جادوگر است. ها بسیار جادوگر کلان.
حالا فیلیز بده. او کی بود؟ ما چی بفهمم؟ تو میفهمی که امتحان در کجاست؟ فیلیز. راستش شما در کتابخانه باید جمع شوین ایلیف. او دخترت که همراهش بود دخترش بود؟ نمیفهمم، حتما بوده دیگه. میشه تو متوجه ابراهیم باشی؟ امی که امتحانم خلاص شد زود میای. ما دیوانه خود شده مردم. اگه یک بار ببینی که در کجا زندگی میکنن حیران خواد ماندی. او رفته بچه ما در یک قوطی انداخته هر دام. دینیز آرام باش بیادر. فعلا تو کجاستی؟ حال وکیل گرفته به دانشگاه میرم. تو هم یک بار برو اونجا رو ببین. دروازه رو سر خانم رنا قفل کردن. رفیق به خدای از انسانیت برآمده، اینا بخی دیوانه هم ساختن. پس شو تو دی وقت چی مزاحمت کرده میری؟ جانیم. سنم لالایت بسیار جذاب است. آی او مجرد است؟ کاش او مجرد باشه لطفا. ایجا جانم لطفا به خود بیا، درست است؟ یعنی و آدم هر طرف میپاله دامله گفته میره. به نظرت که تا حال مجرد است؟ طبعا که نیست. کم کلیته به کار پرتو. در ضمن ای دختر نمیفهمم چه قسم بوده که از اینجا رفته. بیا دخترم معرفی میکنم. دامله یا ممید سنم است. به امید سلام نمیتی؟ یعنی چی بیادر؟ تو چی وقت عروسی کردی و هیچ وقت به دنیا آمده؟ سلام، من اینجا هستم. سلام علیکم. پدر جان اینا بسیار عجیب سل میکنن، میترسم ما را جادو نکنن. تو چقدر شیرین هستی، خودت جادوگر هستی. بسیار قندول است. من میرم آب میگیرم. خب مادرش کجاست؟ ها؟ چی رقم با پدر میره معرفی میکنی؟ با او چی خواد گفتی؟ هر کاری که از دستش میای انجام بده. چندین سال میشم از او دیگه نمیترسم. ما رخوا گفتن اینجا بیاین که امتحان است، اما ما در کتابخانه چی کنیم دوستا؟ ما هم در اصل حقوق میخوانم، اما همراه فاکولته طب هم همکاری دارم. این سیاست خانم جاله است دیگه. دخترها هر کدامتون یک موزه و دستکش همراهتون بگیرین و مرا تعقیب کنین. بگوین اینجا چی گپ است؟ زیاد گپ نزنین، کاری که گفتم انجام بدین. خیر است یک کوشش که تمام کار که یاد بگیرم. من آب میوه میخوایم. بگی قندم جوست مرا بنوش. نه خیر من ایره نمی نوشم. درست از دخترم، بیا که بریم. حالا بیا اینا رو ببریم در اونجا تقسیم کنیم. اینجا یک دانه شبانم. وای امشب افتتاحیه داریم. من این قسم حافله خوش دارم. این امتحان ثابت میسازد شما لیاقت ایره دارین که در این دانشگاه درس بخوانین یا نی. و هم این رقم مرا بسیار خوب درک خواد کردین. سرویس انتونی را همگیتان میشناسین. جایی است که تمام امراض در اونجا جمع میشه. هپاتیت، ایدز، امراض خوکی، پچکاریا و امراض مختلف دیگه. وظیفه شما ای است که شفاخانه را از این خطرات نجات بدین و وظیفه ما پاککاری افکار مریض است.
باید پنتونه از امراض بد فکری برای همیشه پاک بسازیم. این وظیفه که خلاص شد، این قسم یکی دیگه خدا بهتر خود شناختیم. ها، ایران فراموش نکنیم. هوش کنین، متوجه باشین دستایتان به چیز آلوده نشه. خدای ناخواسته من هیچ وقت نمیخوایم که شما مریض شوین. بسیار ناراحت میشم. بعداً دانشگاه ما بی دانشجو خواهد ماند. گل نازم، تو پشت مادرت دق شدی؟ آفرین به تو. اوه آفرین، آفرین قند خاله خود. اما حال زود پس میم، درست است؟ سلام. سلام. امروز شام رستوران ما افتتاح میشه، شما هم دعوت هست. البته خوب است باش ببینیم. یه خوب جای استاد حسن از شماره او رو گرفتین. بسیار مبارک باشه. تشکر. بیادر من امشب به گارسون ضرورت دارم، مثل که تو سایلایشون هم میشناسی. استاد حسن گفت که اونا هم رایت کار خواد کردن. بله فلیز بیا دختر، بیا. جعفر بیادر میشه که در یکم آب گرم برم بتیم؟ البته بیا به یاقوت رو معرفی کنم. یاقوی محترم قهوه‌خانه استاد حسن گرفته، برای شما هم گارسون ضرورت داره. اوه راستی؟ بله. شما وقت دارین میتونین کار کنین؟ حتما کار میکنن. میشه. ساعت چند؟ طرف های 5 بجه بازش میکنین. اینه بگی خواجه. زنده باشی بیادر. ادازم ما فریز هستم. تبت. حال خود دیدین ای که ما یک جا بریم بسیار خوب خواهد شد و حیث یک شخص رسمی همراهش ملاقات کن. بیازو به خاطرش زیاد تبلیغات شده، امروز خودش هم میفهمه. فقط کافی است که شما از تبلیغات خدا دور نگاه کنین. وکیل صاحب، ما هیچ چیزا را نمیفهمم. تو فقط بر میره بگو که طفل ما چی وقت گرفته میشه. اگه به گپایم گوش کنی و به گپایم عمل کنی به زودترین فرصت انشالله که بتونیم بگیریمش. حالا بیا که بریم. انگشتم. آی چی میکنی جانم؟ کمی متوجه باش، ما رو بر خطا ساختی. زود باش، دست کشته بکش. زود باش، این تخته امر آنتیسپتیک بیارید. چرا منتظر هستین زود بیارین که دستش پاک کنم؟ زود شوید. تشویش نکن جانم، چیز مهم نیست. این رقم نگو سهیلا، خدای نخواسته میکروبی نشه. چی خود شد دیگه؟ زیاد شوه شاید بمارم. مثل دیوانا گپ نزن. درست است، چیز نمیشه، صبر کن. درست است. حالا کمی سوخت میکنه، تحمل کن. اما میکروبی نمیشه. ما میریم دیگه. حالا دخترم تو هم لوازمت جمع کن. مقبول شده. بسیار مقبول شده. ایره در قهوه خانه ما نصب میکنیم. پدر جان چند دقیقه دیگه میششتی، شاید که حالا دی نیسان بیاید. ما کار دارم سنم، باید برم اینا رو تقسیم کنم. بر صورت شما شام میایین؟ حتما. البته که میایم جانم. خوب است، پس شام میبینیم. خداحافظ. باز میبینیم. بیا. اما اول ما باید غمی کوچک را بخوریم، اما تو نیست؟
میبخشین خانم، بفرمایید. شما دوست الیف هستین اموتون نیست؟ الیف گورل. بله. میفهمی که الیف فعلا کجاست؟ فکر میکنم که اونا امتحان دارن. چند دقیقه بعد میبراین. فیلیز امرای طفل در کانتین است. فیلیز امرای طفل در کانتین، الیف در امتحان؟ بله. درست است، تشکر میکنم. خواهش میکنم، روز خوش. وکیل صاحب شما خو میبینین نی؟ این کارش رسما ظلم است. بچه‌م در گوشای کانتین در پیش دوستایش است. مادرش کجاست؟ در امتحان رفته. آرام باشین آقا دنیز. این کارهایی که فعلا مادرش انجام میتن تماما علیه خودش است. شما مگه خون سردیتان حفظ کنین میتونین که به زودترین فرصت طفلتان از این وضعیت نجات بدین. بچه‌م کجاست سنم؟ دینیز جان، ما هم چند ساعت میشه که منتظر تو هستیم. میفهمی بیادرم آمده بود همیاله برآمد. سنم بیادر تبان بگو که بچه‌م کجاست. آرام باشین آقا دنیز لطفاً. بچه‌م بچه گلم. دینیز میبینی؟ اینقدر طفل خورده کسی چطور اینجا اعلام میکنه ها؟ من خود دروغ نمیگم که گپ ما باور نکنی. آیا دلم به طفلک بسیار میسوده. میخوای مداخله کنم اما میترسم. میفهمی که امرای ما چی خود کردن اما تو نیست؟ حالا میرم. بی خبر از مادر شوره گرفتن نمیتونه دنیز. پس تو همینجا باش برش خبر بده. آقا دنیز اما این قسم گپ نزده بوده. دنیز کجا میری؟ کار ما شد. امتحان طریقه بود. البته اگر مدیر قبول کنه. این کاراشم به جواب نمیمانه دوستا. کسایی که امروز ما را تحقیر کردن فردا حتما جزای خود خواهد دیدن. سر ما ظلم کردن نمیتونن. راست میگه دوستا، ما ظلم قبول نمیکنیم. ابراهیم اما بخشین خانم در اینجا یک طفل کوچک بود، شما او را ندیدین؟ نه خیر. چطور یعنی؟ فلیز ابراهیم کجا؟ الیف من نمیفهمم. چند دقیقه پیشم میجا بودم و حال نیست. یعنی چی؟ تو چی میگی فلیز؟ یعنی او را کسی گرفته الیف؟ نمیفهمم که تو چه قسم یک مادر هستی ها؟ خودت خو میفهمی یک آدم بد میبودم برای ترگست نمیگفتم اما تو قد کده نمیتونم. از او چه بگم؟ پدرش او را گرفته برد. پدرش کسی که شوهر ما است. بچه سلام به شما. امشب قهوه خانه ما افتتاح میشه. منتظر شما باشیم. شما میتونین به دوستایتانم خبر بدین. تشکر. پدر جان، من تمامش تقسیم کردم. آفرین به دختر مقبول من. اینه بگی یک تای دگام است اما زیاد دور نشی. درست است؟ درست است پدر جان. این کارتان بسیار غلط است. با وجود که حق با شماست بازی را میبازین. جان بچه از همه چیز بیشتر بر مرزش داره. در قصه شام نیستم. هر کاری که میکنن بکنن. دینیز استاد شو. دینیز بچه من کجا میگریزانی؟ استاد شو بچه من برم بده. ایره به خانه میبرم. به یک جای گرم. به یک جایی که برش مناسب باشه. خانه ای آغوشم هست. ایره هیچ جایی بردن نمیتونی. من مادرش هستم. من پدرش هستم. به اندازه که اولاد تو از اولاد ما است. من اجازه نمیتونم که این رقم در گوشای کانتین یا در گوشای سر کلان شوه. خانم الیف لطفاً مشکل جور نکنید. شما مسئله گرمتان گپ میزنید. طفل شیرخواره کسی از مادرش جدا میکنه؟ الیف تو بیبی طفل یک دفعه خوب طرفش بیبی. دینیز لطفاً بس است دیگه. حداقل به خاطر روزایی که با هم بودیم بس کو دیگه. چی میشه؟ طفل با ما بته. ایلاش کن. گفتم بته. پدر جان، کسی خاله الیف اذیت میکنه، کمک کنید. این طفل با ما بته. گفتم الیف ایلاش کن. تو دیوانه شدی؟ تو چی میکنی او آدم؟ در مقابل تو یک خانم ساده است. تو دیگه کی هستی احمق؟ تو رو چه غرض؟ لطفاً بس کنید. برو گمش از اینجا. برو. آقای محترم شما چی میکنین؟ این قسم نکنین لطفاً. از این کده بدترشان میخوایی؟ بریم میلیف زود باش که بریم. گوش کو چی میگم. تو رو از بین میبرم احمق. تو رو از بین میبرم. پدر من برو گمش از اینجا.
شکر کو که دخترت بود. دیگه پیش رویم نیایی. برو گم شو از اینجا. درست از دخترم. حالا بریم. فلیس فلیس جان، کاش تو را پیش دکتر می بردیم، دوا می گرفتیم. تو بسیار صرفه می کنی. اما خوب هستم. تو کمی متوجه خود باش. رنگ چهرهت پریده. من یکم استراحت میکنم. باز میرم به کار. چی؟ کاری چی؟ تو هیچ جایی رفته نمیتونی. تو همین الان با مشکل را میری. این دروازه چرا باز است؟ مادر؟ ساحلا، مادر جان. اردام، تو اینجا چی میکنی؟ دینیز برم خبر داد. دروازه را برای خانم رانا قفل کردین. بیچاره گریه کرده، نفسش برآمد. مام دکتر خواستم. مادر جان، مرا ببخشین که تنها ماندمتان. تشویش نکو، وضعیتش خوب است. برش مسکن تزریق کردن. الیف، بیبی رقم نمیشه. یک خانه بگیرین. اگه میخواین به خانه ما بیاین، ما به خود یک خانه دیگه پیدا میکنم. نمیشه. ما بعد از قدر سالا مادرم پیدا کردیم، هیچ جایی نمیرم. دزم خودم میخوایم یک جای دیگه پیدا کنم. میبینم یگان جایه. یعنی میخوایم این کارا به تنهایی انجام بدم. نمیخوایم از کسی کمک بخوایم و احسانمند کسی باشم. فهمیدین؟ هر کاری که میکنی بکن، اما یک راه حل پیدا کن. قبل از که خشم دینیز تو را نابود کنه ای کارا کن. به خاطر گرفتن طفل به محکمه خود رفت. باز وقت هیچ چانسی نخواد داشتی. بیار دخترم. بسیار زیاد تشکر. بگی جانم، بگی. تشکر. توبه هنوزم درک کرده نمیتونم. ایلیف چطور این کار کرده میتونه؟ چطور در برنامه تلویزیونی رفته میتونه؟ نمیفهمم مادر. مثل که ایلیف رفته کسی دیگه به جایش آمده باشه. حالا دیگه او رو نمیشناسم. هیچ درک نمیکنه. زد کده میره. پس نواسیم چی میشه؟ ابراهیم چی خود شد؟ به زودی او را خواد گرفتم. برش تختم فرمایش دادیم. تو با آمادگیشه بگی. بسیار خوب فکر کردی. پس سنم در این مورد چی خود گفت؟ سنم چی گفته میتونه مادر؟ هر جایی که مشکل باشه او هم اونجا. بچه از همه چیز مهمتر است. پس من زود با آمادگی خود شروع میکنم. یک اتاق فوق‌العاده به نواسیم آماده میکنم. بیدار شد. مادر جان، مرا ببخشین. خواهش میکنم مرا ببخشین. طفلم نیست. احساس اینجاست، ببینین. اینه مادر جان. طفلم. فلیس، چی شده؟ بسیار خوب. تو هم آماده شدی؟ بیا که بریم دیگه. کجا؟ یعنی چی که کجا؟ جانم، در پاهنتون خبرت گفتم که بیادرم رستورانت بس کده. ما رو باعث میمان خاص خود دعوت کده. ما هیچ جایی نمیرم سنم. تو هر جایی که میری برو. همراه بیادرتم دیگه وقت گپ میزنیم. من حالا باید آماده شوم. البته بهت وعده داده مگه نرم نمیشه. تو هیچ جایی رفتن نمیتونی فلیس. تو احساس شده نمیتونی. سهیلا راست میگه. دوی وضعیت جایی رفتن نمیتونی. ابا جای ما تو برو ایلیف. کاری یک روز است. اما که خوب شدم باز میرم. پول خوبم میتن. به خاطر کار امشب پول 2 روزه را میتن.
فردا لوازم از اویلی میاریم. راستش من رفتن نمیتونم. با ایلینا وعده دادیم در انجمن جلسه است. داخل کسی نیست؟ ما آمدم دخترا، ببینین به شما میگن چیزا آوردیم. چرا زحمت کشیدی؟ ما یک چاره به خود پیدا میکردیم. زحمت چی جانم؟ این وظیفه ماست. تو مریض هستی؟ بیبی مالت آوردم، ویتامین سی داره، ایره بخو خوب میشی. تو زیاد مورد ما فکر میکنی. اینا رو خوبتو نگرفتیم دختر، با خواهرزادیم گرفتیم. زنده باشی، خداوند ازت راضی باشه. خب دیگه بریم که جلسه وقت نشه. فیلیس متوجه خود باش. فلیز، میشه که امشب ابراهیم پیش تو بانم؟ چرا؟ میخوایم به جای تو به او کار برم، چون به پول ضرورت داریم و نمیخوایم که کسی برای ما کمک کنه. اگه ما کمکت نکنم اونا از گرسنگی خواهد مردن. کمی در مورد اونا فکر کن. اگه شما به الله به درستی توکل میکردین، او پرنده هایی را که صبح گرسنه از لانه خود پرواز میکنن و شام دوباره سیر بر میگردن، رزق میته، شما را رزق میداد. ساده خیریت باشه، تو خوب هستی؟ اگه شما به درستی همیشه توکلتان به خدا میکردین باز، اما قسمه که پرنده ها صبح از لانه خود گرسنه بیرون میشن و شب شکم سیر به لانه خود میان، رزق اونها را خداوند میته استاد. پس رزق روزی همگی به دست خداوند است. استاد مرا ببخشید، استاد جان مرا ببخشید. حق شهر به خیر راه میکنه، خداوند همه شهرها را به خیر ما فرستاده. شخص عارف ای را تماشا میکنه، میگه بیاین که ببینیم خالق چی میکنه. هر چیزی که میکنه بسیار به زیبایی میکنه. حقیقتا خداوند همراه کسایی است که صبر میکنن. حالا برو در جایت بخواب. سلام، خوش آمدین. سلام، تبریک باشه. تشکر میکنم، بفرمایین. سلام. فلیس کم مریض بود، ما به جای او آمدیم. معذرت میخوایم امروز از شما تشکر کردن. مشکلی نیست، درسش دادم. او شوهرت بود؟ خاله سلام شاداخ.
دخترم. سنم بیادرت به گرسون ضرورت دارم. من فکر کردم که اگه من اونجا گرسون شم چطور است سنم؟ آیجا باور کرده نمیتونم. یعنی تو کسی که 2 گیلاس قهوه را در یک پتنوس انتقال داده نمیتونه میایه و در این رستوران گرسون میشه؟ سنم او لیف نیست؟ آی از این دختر خسته شدیم. هر جایی که میره مثل بوته بد سر رای میرویه. تو صبر کن، من میفهمم که حالم رای او چی کنم. چی گپ سنم؟ 10 دفعه زنگ زدی، 10 دفعه دیوانیم کردی. مادر طفلت در هتل چکر میزنه، گفتم برات خبر بدم بچه تام همراهش نیست. در کجا؟ سنم زود باش بگو در کجا دیدی؟ در رستوران بیادرم. خانم محترم به گرسونی شروع کرده. درست است، من میال میم. هوش کنی کم راه لیف چشم به چشم نشی. فهمیده شد گپ ما فهمیدی؟ من زود میم. اینه حال نمایش شروع میشه. بینی چند دقیقه بعد اینجا میرسه. منتظر میباشیم، ما همراهش یک جای داخل میدیم. باش جانم. بیا جانم ده بغل خالد. خدایا برام صبر بده. بفرمایین. نوش جانتان. شما چی میخواستین؟ یک بورک پنیری همراه یک بورک قیمتدار. نوشیدنی چی بیارم؟ 2 تا چای بیارین. درست است. یک بوریک پنیری، یک بوریک قیماقی همراه 2 تا چای. چطور میگذره؟ به کمک ضرورت داری؟ بسیار خوب، مشتریام خوب معلوم میشن. خب تو خوش هستی؟ بله کاملا خوش هستم. خوب است. پس من برات یک پیشنهاد میکنم. میخوای که در اینجا نصف روز کار کنی؟ یعنی اینجا برات نزدیکم است، دستکارم هستی. من این کار انجام دادم میتونم؟ البته که میتونی. سفارش آماده است. درست است. دینیز؟ شما هم اینجا منتظر باشین سنم. الیف، تو چه قسم یک انسان به مسئولیت هستی؟ من چه قسم طفل خود و تو امانت بانم؟ هر وقتی که میبینم سر سرک هستی. تو دی وقت شب اینجا چی کار داری؟ نمیبینی که کار میکنم؟ و تو با کدام روی آمدی از من حساب میپرسی؟ باز میگه کار میکنم. کاری چی میکنی؟ دنیز تر صدا نکو بد است. دا بیرون چی گپ است؟ شوهر خانم لیف آمده. معلوم میشه کدام مشکل پیش آمده. حالا دیگه محکم هم نیست. من بچه من میبرم. دنیز استاد شو. دنیز استاد شو. گفتم استاد شو. پاشو. اعلام کن. دنیز صبر کن. دنیز گفتم استاد شو. دنیز خواهش میکنم بچه مردم نگی اگه میمورم. من قصه تو نیستم. برو بمر که بغم شوم. دنیز به خواهرت یک خوش آمدی نمیگی جانم؟ دنیز صبر کن. دنیز بچه من نگیری. دنیز خدایا حال من چی کنم؟ کسی برم کمک کنه. دنیز این کاره نکن. بچه ابراهیمم. او بچه من میبرم.
یک کسی برام کمک کنه. حالا سوار شو. بیا. او بچه من میبره. بچه من همراه خود میبره. او را دیگه برم نشان نمیده. هرگز او را برم نمیده. درست است، آرام باش. حالا میرسیم. نمیمانیم که بچه تا جای ببره. تو نمیفهمی. اونا بسیار قدرتمند هستن. دیگه تحمل نمیتونم، زورم با اونا نمیرسه. فیلیز، فیلیز، خانم رنا. الیف، اونا توسط گاز مسموم شدن. نه خیر، وضعیتشون چطوره؟ مام همیالا رسیدم. بچه‌م کجاست؟ بچه‌م کجاست؟ خدایا خودت ابراهیم من نجات بده. برام بگو که ابراهیم کجاست. دینیز، لطفاً برام بگو که ابراهیم کجاست. تو با کدام روی اینجا آمده ایلیف؟ برات نگفته بودم که او چیزی میشه؟ برات نگفته بودم گپ بزن. لطفاً برام بگو که بچه‌م نیست، بچه‌م مرد. از خاطر تو مرد. تو قاتل بچه‌م هستی. قاتل بچه‌م هستی. بچه ابراهیمه. بچه نخیر. بچه نخیر. بچه بچه تو دروغ میگی. بچه من نمرده. تو دروغ میگی. ابراهیم، 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 تو اینجاستی جانم. بچه قنده. دیگه ابراهیم دیدن نمیتونی. صبر کو دینیز. دینیز صبر کو. دینیز بس از دیگه. دینیز صبر کو. دینیز توی کار انجام داده نمیتونی. بیا. دینیز بده بچه من. دینیز لطفاً بچه من برم بده. سهیلا لطفاً با پلیس زنگ بزن. دینیز لطفاً بچه من برم بده. اینجا پلیس، نگهبان، هیچ کس نیست. اینجا چی گپ شده؟ شوهرش میخواد طفل از پیش لیف ببره. همراه ما بیا. با پلیس چی میگی؟ برش میگه که شخص بچه ما اختطاف میکنه یا که میگه ما این شخص هیچ نمیشناسم؟ ها؟ او وقت میفهمی چی میشه لیف؟ این طفل از پیشت میگیرن، هیچ وقت هم دیدن نمیتونیش، میبرن به یتیم خانه مندازنش.
دنیز من از این گپایت نمیترسم. هیچ کس طفل من از ما گرفته نمیتونه. من مادرش هستم. اما مادر طفل من در کجا زندگی میکنه؟ کم مانده بودیم شب بچه از دست بتون. این گپ دروغ است. بس است دیگه ایلیف، بس است. تو متوجه ای طفل بودن نمیتونی. یا بان که من یالو ببرمش یا که پلیسایی را به یتیم خانه میبرن. من بازم فرصت دارم که پدر بودن خود ثابت کنم. اما در صورت تو هیچ وقتی را دیده نخواد تونستی. برات نشانشام نمیتن. طفل با خود میبره. چی شده آقا؟ از مادرش بپرسه. الیف گپ بزن دیگه، یک چیزی بگو. این شخصی خانم راحت نمیمانه. تو باز پیش روی ما آمدی مداخله کردی؟ آمدیم چی میشه؟ دنیز بحث است برن بیرون دیگه. جنگ کنین. اگه کدام مشکل داری بگو خانم. گپ بزن الیف، کدام مشکل داری؟ الیف بگو دیگه نه؟ بگو که طفلت به زور میبره. الیف از این آدم نترس. او پدرش هست. بچه امرای او میره. بچه امرا ابراهیمم، بچه امرا بچه ما بود. بچه درست است یک دنی مادر کلانش حالا دیگه کم بنوش. اوف دنیز یه چیز نمی نوشه. مادر خودم میخوایم. نام مادرش با من نگی. اگه تو هم متوجه بودن نمیتونی خودم یک کار میکنم. بتن بچه ما با من. بته بچه ما خود چیز نگفتیم بان. آرام باش بچه. دنیز تو دیگه از حدت گذشتی. این گپا کلان نساز. این طفلم زیاد اذیت شد. از شام تا حالا گریه میکنه. از گشنگی خواد مرد. اگه پیش مادرش باشه باز او زمان بچه مزدست خواد دادم پدر. الیف مادر این طفل است. او را قانع بساز. یک کار که دیگه. بی پدر او مسئله به خاطر ما بسته شده. اگه شما هم نمیخواین که ما اینجا باشیم باز طفل ما گرفته از اینجا به یک جای دور میرو. توبه میبخشین. خانم سنم دیدین؟ خانم سنم صبح وقت بیرون رفت آقا. ای سنم دیگه کجا رفته؟ با تو کدام چیزی گفتم مادر؟ خدا لعنتتان کنه یالت حبیبی. اونا در چه قسم یک جای زندگی میکنن؟ اینجا خود کاملا ویرانه است. آش اونا کجا هستن دیگه؟ الیف بگی جانم یک گلاس چای بنوش. نمی نوشم. معلوم میشه که به پانتونم نمیری. الیف از این شب تا حالا خود زیاد زجر دادی. خواهش میکنم این قسم نکن. من متوجه بچه‌م بودن نتونستم. اکنش گناه ماست الیف. خواهش میکنم مرا ببخش. نه خیر، مقصر تمام چیز من هستم.
به دستای خود بچه ما برش دادم. الیف، ابراهیم در کدام جای خراب نیست، همراه پدرش است. چرا قدر جگرخونی میکنی؟ به خاطر که بچه بشه او خانم احمق سهیلا. حالا شاید آغوش او باشه. میگه بچه تو تحمل کنیم سهیلا. واقعا خسته شدیم. هیچ نمیفهمم که اونا در کجا زندگی میکنن. فکر میکنم که همه اینجا هستن. چند لحظه بعد درباره زندگی تصمیم میگیرم. ببینم که قبول میکنی یا که نمیکنی. این روزا مگذره مادر جان. این مشکلات تمام میشه. کی است؟ باسکو سنم. آفرین به خدا. جنجال بچه تا سر من انداختی. خودت اینجا آرام میخوابی. بسیار خوشایند است. اما جان خوش معلوم نمیشی جانم. چرا آمدی سنم؟ بچه من کدام چیزی شده؟ تا حال خوره چیزی نشده، اما امکان داره خوره چیزی شوه. یعنی تصمیم به دست تو است. من میخوایم بچه مرچه زودتر به دست بیارم. به خاطر این کار هر چه لازم باشه انجام میدم. با خانم لیف گفتین در کدام محکمه نمیرین؟ مجبور شدم به او دروغ بگویم. مجبور شدم. اگه نباز بچه ما گرفته به او جای نمدار میبرد. فهمید ما قادی نیست. پس هر چی زودتر طفل باید به نفوس خود درج کنین. بعد از او کارا بسیار آسان میشه. وضعیت مادرش خوب واضح است. بیاز متوجه طفلش بودن نمیتونه. ما خداوای بچه ما باز کرده بودیم. اگه منتظر باشین او کارا میشه. آزمایش دی ان ای صورت میگیره تا که نتیجه معلوم میشه. محکمه زیاد وقت میگیره. او قدر وقت ندارم. هر چه زودتر باید این مسئله حل شود. کارت تولدشان پیش الیف است. هیچ وقت امور برم نخواد داد. به هر حال من به خاطر بچه مازر هستم جانم بدم. گپای ناق نزن سنم. هیچ حوصله بس کردن با تو را ندارم. بیازا از خاطر بچه‌م به تشویش هستم. ایده ببین. نمیشرمی که سر ما گپ میزنی ها؟ گوش کا. امیال بیاد طفلت از پیشم ببر. از دیشب تا حالا گریه کده میره. سر ما به درد آورده. به خدا که خفاکش میکنم. سنم هوش کنی به بچه‌م نزدیک نشی. اگه نه اجبارت خوب نمیشه. فهمیدی؟ اگه نمیخوای که امروز غرض بگیرم پس او را از پیش چشمم دور کن. تو فکر میکنی من قسم میخوایم؟ من به خواست خود بچه ما برش ندادم. دینیز او را به زور برد. اگه بخوای بچه تا گرفته میتونی، اما کم عقلتا به کار بنداز. تو میفهمی که دینیز چرایی بچه را میخوایم؟ به خاطر که بچهش است. میخواد پیشش باشه. بسیار خوب. اگه او قسمه بفهمه که او بچه خودش نیست، باز او وقت هم بچه تر خواب. هدف تو چی است؟ هدف ما بفهم دیگه. بگو که این بچه از دینیز نیست و طفلتا پس خود گرفتی. فقط یک کلمه برش بگو که تو را فریب دادی. تو مرا چی فکر کردی؟ فکر کردی ما با بچه ما قسم خیانت میکنم؟ این بار دادام تو بند نمیمانم. اگه به مرا ما میگه پتا قبول نمیکنم برو گم شو از اینجا. پس آمدنم اینجا بیفایده است. اما تو همیشه همه قسم فرصت های خوب است دست میدی. حالا دیگه هر بلایی که سرش به مقصر تو هستی. اگه کمی هم وجدان داشته باشی به بچه‌م ضرر نمیرسونی. ببین
تو هم صاحب یک اولاد خود شدی، حساب این کارت در آخرت پرداخته نمیتونی. من به نام وجدان چیزی را نمیشناسم، به آخرتم اعتقاد ندارم. خوب فکر کن و بچه دست پیشم پنج بگی. بیبی دیگه تحمل کرده نمیتونم، با خدا کس به این میبرم. او خو هیچ گناهی ندارم مادر جان، او خود طفل خوردد. ما دیگه این وضعیت تحمل نمیتونم مادر جان، بس از دیگه تحمل ندارم مادر جان کمکم کن. من چی کنم مادر؟